چطوری آقا؟ سلامتی؟ امروز اومدیم پروژه رو شروع کنیم تا بهتون میگم داستانه این ماشین چیه. با ما باشید تا استارتش بزنیم. لیتس گو، بزن بریم. نگاه کنید که نکنین از اینجا شروع کنم بهتون بگم. میکنین اینجا یه صفقاری اینجا نیاز داره، اینجا قور شده. همین یه کدوم بودن نادونی زده اینو نابود کرده. نکنین اینجا شدهش، یه کنجش اینجاش بغل صندوق. در صندوق که اوکیه، مشکل نداره. در صندوق مشکل نداره. این چراغا با تعویض شه، چراغا به زوری میزنن تعویض بره. چراغای پلاکو من تازه عوض کردم. بعد این چراغاش عوض شه، چراغاش تعویض شه. شیشه عقب باطنه که این برای برقش کار نمیکنه با عوض شه اگه اشتباه کرده باشم. با تعویض شه اینا، یا با تعویض شه یا اینکه درست شه. معمولا تعویضش کنه. این کاورا، این نواراش بعضی جاهاش یه ذره مشکل داره، یا تعویضی درست شه. بعد از اون خدمت شما که کلا ماشین دور رنگ صاف کنه، نقاشی میخواد، صندوق PDR میخواد یه جاهایش، بعضیش بعد PDR بشه. رینگاش بعد چیز کنیم، رنگش کنم، رنگ نقره یا سفیدش کنم. یعنی بعد بشو باز شه اول، ماشین خرکشه بره بالا، بعد این شسته شه اول، بعد زیر پاش، بعد یه جفت لاستیک کفش براش بگیریم لاستیک براش بگیریم. دستگیراشو من هم رنگ در میخوام بکنم. بعد زهاش هم موندم. حالا این زه ها رو کنیم، زه های این ور، این زه که زه نداره کلن، این ور که میبینی زه نداره کلن، زه ور بیاد روش. با درستان خدمت شما که این زه کلن با اون زه اون ور فرق میکنه. شما زه این ور حالت ژلی مانند، چرمی ماننده که عوض بشه اینم، چون اینم خورده شده اینجاش. درستان خدمت شما که آینه‌اش تعویض میشه. درستان خدمت شما که و اینکه اینو من قبلا پاور براش انداختم، 4 شیشه الیکس برقیه، ولی من پاور انداختم براش. اینجا رو 4 تا شیشهش قشنگ خوشگل میره بالا. داره جون میکنه میره بالا. رفت. آره ارسان خدمت شما که دیوونی که خوش میبالا. بعد ماشین دو رنگ میخوادش. آینه ها باید تعویض شه. آینه میبینی که تو ویدیو قبلی هم گفتم آینه باید برقی بشه. این آینه ها، بعد اینها، این که اوکیه جاش، این سرجاش اوکیه، این اوکیه، بعدی بر رنگ میخواد بکنه و باز شه اینه همش. بعد این که نداره، این هم نداره، تازه کنده شده. نکن جاش هست بشه مونده، جایی که من تازه کنده شده، این تازه کنده شده. عرضم خدمت شما که هدلایت میخوایم اینجا ما، بدون هدلایت اینجا میخوایم. میرم یه خرمش، این کاینا چیزی نیستش. هزینه بزرگ ما اینجا چیه آقا؟ هزینه بزرگ ما اینه که صافکای نقاشی ماشینه. هزینه بزرگ ما صافکای نقاشی ماشینه. نه بقیه‌اش هزینه خاصی نداره. مثلا چراغاشو تازه عوض کردی، ولی لامپاشو خواهم عوض کنم، رنگش عوض شه. نه که اهل توین نیستم. توین وای تیون اهل تیون نیستم. هیچی دیگه. در کاپوتو باز کنم، من در کاپوتو بزنم، در کاپوتو برم بزنمش، در رو باز کنم، موتورشم نشون بدیم. نکن نرفت بود بالا. هیچی دیگه. ما رو اینو به کی سپردی ماشینو؟ خسته نباشه. و اینکه عرضم خدمت شما که قبل از اینکه در کاپوتو باز کنم، توش هم این ماشین بعد با صندلیش تغییر میکنه. صندلیش عوض شه، چون که
صداش نکنین ارسان خدمت شما که صندلی برقیش باید عوض شه یه تعمیر بشه. این که کار نمیکنه دکمه کجاست؟ اینجاست کار نمیکنه. این صندلیش فقط رانندش این بالا پایین میشه کفیش. صندلیش باید تعویض شه یه تعمیر بشه. دوستان فنیکار اگه کسی میدونه این صندلی تعمیر میشه به هم اطلاع بدین تو کامنت ها که بذاریم اونی که موتورش کار میکنه. البته نشون میده صندلی عقب هم شما نخونین. صندلی عقب بعد این فوم صندلیش ترمیم بشه اینا بیاد بالا. روکش صندلی کامپلت با عوض شه. کامپلت روکش صندلی موکت کف همزمان که صندلی باز میشه موکت کفش هم موکت کف هم تغییر میکنه. کفایی میادش کفوش میادش اونجا. ارسان خدمت که نکنین این صندلی همه چیزی ماشین میده آیویکس و چی نکنین صدا رو شنوین کار میکنه ولی هیچ صورتی هیچ عملی اجرا نمیشه. آره و ارسان خدمت شما که ماشین خانوادگی سمت دقیقا اینم از این چیز فیلم برداری اینجاست. این اصلا داری میگم که از این برم چیزه این تاخشه رو برم اقام که تعویزش شدیم باند گذاشتیم اونجا اسپیکر و بلنگو اینجور چیزاست. 90 سقف هم باید تعویز شه. 90 سقف هم تعویز بشه. 90 سقف هم تعویز شه. ارسان خدمت شما که برای توی صندوق هم که 90 باید بخوره این روش. آره کار داره فرنه حالا کار داره. آره بریم در کاپوتو هم بزنم. در کاپوتو هم بزنمش. کاپوت خب ارسان خدمت شما که موتورش که میبینین موتور این هیچ مشکلی نداره. علاوه فنی این ماشین فنیش اوکیه. علاوه فنی اوکیه. علاوه فنیش مشکلی نداره. فقط یه ذره باید بگم یه ذره ایرادگیریش کنیم. ایرادگیری سطحی بزنیم. همین چون که باتری رو تازه انداختیم چه میدونم واژه سطحی نداشت تازه احیا شده. ارسان خدمت شما که ولی میخوام یه حرکتی روش بزنم که قشنگ ماشین رو همین استارت بزنیم بری اون ور دنیا هیچی نشه. موتور سالم باشه بچه فنیکا میدونم وقتی موتور سالم و سلامت باشه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. ایناش با عوض عایق در کاپوت بعد عوض کنم ممکن تو این بعد رنگ بشه کلا اینا میبینی پوسیدگی مشخص میشه. پوسیدگی داره رنگش پریده پوسیدگی نداره ولی رنگش پریده. اینا باید درست شه. همینا باعث میشه صدا از موتور بیاد بیرون و همین عایق ببینین عایق چند عایق نابود شده پوسیده. آره از در کاپوتم ببندم من این هست. دیدی که ماشین نیاز به بازسازی داره. بازسازی 100% لازم نداره ولی یه چیزی بازسازی نیاز داره که کامل بشه. میدونی ارسان خدمت که علاوه فنی ماشین که صافکاری ماشین میخوادش. صندلیش با عوض صندلیش با تعویض یا ترمیم بشه. ارسان خدمت شما که توی ماشین باید یه ذره بازسازی بشه فنیش ذره تقویت باید بشه یه ذره یه کوچولو تیونینگ. من دوست ماشین تیونینگ اینا من نیستم حقیقتش. ماشین باید سوار شید بی دردسر راه بری باش. ماشین باید اون تو قوی باشه نه سیسش قوی نباشه. ماشین باید سیسش جوری باشه آقا یه جور باشه بقیار طرف فکر نکنه چه خبر داستان. بعد پاشنو میذاری روی گاز استارت میکنه ماشین بدونی چی میشه. بله اینه. آره ارسان خدمت که آره ماشین بعد استارت میخوره اینجوری بعد روشن نمیشه. بعد با اولین استارت ماشین چی روشن بشه. کاتافش هم بگیرم براتون گوش بده. خواست صداشو گوش بده. صداش میادش. آره خاموش کنیمش. آره
آره ارسان خدمت شما که چرا گفتم آره حاجی دنده بذارمش. و اینکه یعنی بازسازی کاملش من یه سمن هستش که نخوندم اون من عکسشو میذارم این زیر. ماشین لگنه یه بازسازی کامل میخوادشون. حداقل اون با دلار 100,000 تومانی الان حداقل باید 60-70 میلیون بازسازیش کنی. حداقل صافکاری میخواد، نقاشی میخواد، چه میدونم سپر و اینجور چیزا همش باید تعویض شه. سپرهای ما فعلا باید تعویض شه. ولی فکر کنم رنگ و موم کاری شه. سپر چرا باید تعویض شه؟ سپر عقب ولی رنگ شه فقط. یه ذره اون زیهای سپر از تعویض شه، اوناش نوشه، ماشین نونوار شه، خیلی خوب میشه. این ماشین 400 کار کرده حاجیا، اینجوری نیستش خدا شیدی. 400 کار کرده این دو 400 خورده‌ای کار کرده. ولی این مالک قبلی که ما این ماشین گرفتیم فقط باش میرفته میومده، یعنی در این حدش، در این حد، یعنی اهل گاز دادن و اینجور چیزا نبوده. به خاطر این ماشین سالم هستش. این ماشین سالم هست. شیشه عقب باید تعویض شه. هم شیشه عقب باید تعویض شه. ببینید من این بکنمش. این شیشه عقب باید تعویض شه چون که این بیبیدکای برای باران که با خار میکنه اون خطاش کار نمیکنه. بعد شیشهش عوض شه یا اینکه حالا برقش چه بادی هم گرفتش. آره برقش درست شه. و اینکه سیستم برقکاریش هم. و اینکه دوستان یه سوال دارم ازتون. یه آسین بچه‌ها، یه سوال. این که برای چراغ، این برای چراغ میگم، برای شیشه عقبه که بارون میدی مه میگیره اون بتونی عقب ببینی. آقا مه شکن شیشه است. این چیه حاجی؟ من نفهمیدم این برای چی. من هیچ وقت نفهمیدم. هیچ وقت هر چی جستجو کردم تو گوگل نفهمیدم این چیه. آقا چراغ آبی چی برای دوگانه سوز که ماشین نیستش. این که ماشین دوگانه سوز نیست. این که ساعتش چی؟ این چراغی که برای اضافه چیه؟ اضافه است اون. این برای چیه خدا وکیلی؟ این آبیه برای چیه؟ هر کس میدونه تو کامنت ها بهمون بگه. اینم که فلاشر هیچ. آره خب عرصه خیلی دویده داره میزونش کنم من بهتر شد. یه ذره گلسش رو عوض کنم. گوشی رو سلفیش داره تار میگیره حس میکنم سر بارونو. آره آقا این که یوتیوب گفتم هر کس میدونه اونو بگه. اون چیه دقیقاً؟ اون گزینه آبیه واسه چیشه؟ تو کامنت ها بهم بگین داستانش چیه. نه هرچی فکر کنم برای دوگانه سوزش نمیدونم چون ماشین دوگانه سوز نیستش. این ماشین تکانه است، بنزینه. و اینکه آره دیگه همینه میگم که من اهل تیونینگ و اینا نیستم. من راحتی ماشینم. چون من قدرت دوست دارم. مثل ماشین آمریکایی زیاد جینگینی مسئول ندارن. یه موتور دارن به اندازه همه اینا. البته الان دیگه به خاطر جهانیش دیگه چون الان دیگه عصر تکنولوژی و این چیزا دیگه میذارن دیگه. ولی اصلش اینه که ماشین آمریکایی همیشه تو قدرت بودن. شما یه دوج چالنجر برداری لذت میبری. حتی ماشینای اینجور سمند و پرشیا و 450 اینا دیگه عمر خوش میکردن. ولی سمند ماشین خانوادگیه، واقعا ماشین راحتیه انصافا. حالا سورن پلاسش خیلی خوبه. سورن پلاسش من X37 رو دوست ندارم، به شخصه دارم، نظر خودمه حقیقتش. ولی ES7 رو بیشتر دوست دارم. بذاره بهتر از X7 را میره. بخاطر اینکه مثلا باشه سرسیدن نزنه و اینجور چیزا که میزنه که باز هم اون هم میزنه. یعنی ولی سمن ماشین واقعا خوبیه خدا باشی. نه که برای خودم باشه دارم اینو میگم. ماشین راحتیه. من مثلا باش 140 تا 150 میلیون دارم، مثلا 90 تا ساعت داره باش میری. با اینکه ماشین 400 تا کار کرده. میگم که عدد فقط زده ماشین، یعنی علاوه شاسی، ستونا، سقف و نمیدونم سینه عقب، سینه جلو اینا، ماشین کاملا اوکیه. علاوه فنی هیچ مشکلی نداره. آره اصلا خدمت که ماشین هیچ مشکلی نداره. این باران که داری میداش. آره اینجور چیزاست. سرتون درد بردم. عشق منین دوستان. اگر از این ویدیو خوشتون اومدش حمایت کنید. حمایت شما باعث میشه من اینو بازسازی شروع کنم. یه چیز قشنگ میخوام ازش. یه چیز خوشگل مردونه، یه
یه چیز خوشیار حرفه‌ای درش میارن ازش. حمایت کنین تا این اتفاق بیفته که ما بتونیم این کار انجام بدیم. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این ویدیو رو حتما لایک کن. امیدوارم که هر جا هستین حالتون عالی باشه. بدرود.